آخه همه گوارم که نخوری نمیشه. جور باشه گیلک جان. اشتنی برا اشتنی جنجیری چیاری؟ یاره هستی بخیری؟ سلامتی؟ کفایه مچون مچون بیا یا چسب بخور مانا نفهم بیا تو کن بیا نمیستونم گیلک بیا تو بیا یک نمیستونم بیا جان چند ساعت کار می؟ تریت یاد میکنم به گواه. چی؟ تریت ما هم از این تیار میکنیم به گواه خود اگه زمستون حالا کسبیست نیه گیلک مجبوری گزارش کنی خود گواه. اگه به اینا تریت تیار نکنی شیر نمیدن. گواه هم خودتو گزاره میکنه. اگه انان مثلا غم شکم اینا بخوری غم پیاله شیر میخوره برای آدم. بفهمیدی مثلا تو غم شکم خود میخوری میری مثل بلدزر کار میکنی. ایلا خیلی نامردی. معلوم دار زمستون ما تیر شد تو یک ما میمون نکردی جوان خربتی به گوشت لحم. ما کشیلند نداریم امشب. خب میفهم که شما نداریم. هم خسور تو کداره؟ خسور من خیلی کشم با شما تا گوسفند کشته. نیه او تام نیه. گزاره با من ماشینیه بشم. شما من نیالی میتونه لکت پر میشه. گوشتا همون گردی بالای که چی بگم. خیلی دیگه جوان خربتی یک روز ما میمون میکنی یک چاشته یک شوی. میگم ما نداریم. شو نه چاشت ما میمون کو. میگم ما نداریم گوشیلند. من میفهم شما ندارین. خسور تو کداره؟ همین در یک روز تو صلاحیت نداری به خونه خسور 4 تا میمون نوندی. چره؟ سلام علیکم اونجا نباش. چند نفریم برو خوشی خوب بگم 4-5 تا میشین دیگه. خسور مرا خوشیم خیلی میمونه مایا. خلاص تور مایا که میمون تو را مایا. بفهمیدی؟ حالا میرم میگم به کی میمون تو چی؟ میمون به سراغ خسور من به گوشیلند دیگه پا به چی کیچیری گوشت لند سرزی هم پخته کنم هم گوشت لند و برنج باشه دیگه هیچی نباشه گپی نه مهم گوشت لنده. حالا میرم میگم به کی؟ به کی؟ به کی مثلا ما میمون شما باشه؟ چیر به کی؟ گیلک جو خاک سرگی شدی. به کی ما میمون اینا باشیم؟ امشب میگن خوش تیار کن دیگه. خب ما منتظر باشیم. کی و کیر میگی؟ می تو بیا یکه دیگه تجیر خب شامت دیگه مفخورا. خب هر کیر که تو میگی با بگو که ما برای اینا بگم. خب حال امشب میمون تو نه؟ امشب میمون تو نه؟ میمون من مثلا خوشی من خسور من. همون میشه دیگه. خب روی اعتبار تو نه که ما میمون میشیم مثلا خسور. خب انا میرم میگم صحیحه. ما بچه ها هم میگم که امشب میمون گیلک من مثلا خسور. میگم نباید تو نگو. خب صحیحه تو برو بگو. چی کوری از تو خیر نمیبینی یک شبی که میمون تو بشیم من گوشت لحم خیره که تو نداری با مختارا خسور خود تیار کو. حداقل به این بونه گوشت لحم کو بخوری. Uyan! Basta ka galugi. Yori kiyar mama jabas ko sa industry. Batas tu kona viste. کاشکا تجیر کجا میبری اسبه؟ بیا اودم میخوره میره. بیا او خود بگه میبری به سرا. که کار میکنه مایا بمونه. نه لخ کن تجیر ما مایا برو مثلا خوش برو سارو کجا بره؟ بله خب گیلک جو میگفتی چی؟ میگفتی چی میگی؟ چی میگفتم؟ من چی خبر دارم؟ ما چسب بخور چپس مانای بخورم. تجیر ما این برم به در سرا خوشو خود فهمیدی؟ ما این برم در سرا خوشو خانه بگم که رمضان میگه که به گوشی لند همه شما میمانیم شما میایین شو برو اشتی نمیایی تو تا حالی 4 دفعه دیگه وعده دادی ولی از سر وعده خوب گشتی کاش که این دفعه سر وعده خوب که ما میمونیم. ما گوشی لند نداریم برای مثلا خسور من خسور کو انوال خوبه که مثلا خسور تو برای خسور تو آدم خوبیه
میمون دوستی اگر در حیوان ما میمونی خوبه میدگیم لکه خوبه خوبه خب. یکی گوشتلنده چی؟ سوزی هم بگم باور کنم به چینگی اینا ماس هم هسته چی؟ ماس دوغه ماس میه خب همه عدد دماز دوغ یکه دیگه یکه ماس همه شغلم چی؟ شغلام نیست من به چینگی اینا شغلم هم باور کنم نه لالا شغلام خوش یک کم چینگ بر اینجا سوزی باشه یکو کچیری گوشتلن که باشه دیگه ماس هم باشه مرغ درستی هم بسونه پخته مرغ زنده و مرغ دارن خوشی مرغ دارن 60 تا خودی آره بگو یکی بکشی یکی بکشم مرغ هم بکشم تخم کنی یا بی تخم کنی فرقی نداره هر کدوم چاختره بکشم خوبه برو بخیلی خوبه که به این شبه دیگه رمضان این شبه بگو دیگه این شبه مهمه دیگه کینه کی؟ دیگه کینه دیگه به چا غلط بگو دیگه هر کدوم دل به 6 تگ بگو نه دیگه خیلی هم شلوغ نه 4 تا مفوری باشم خود شما 4 نفره باشه بس خوبه برو به چینگی اینا بگم سوزی باشه سوزی باشه مرغ هم بکشم مرغ خوبه دلی دارو که در حالم ندیده دیگه نمیام به ملت سگ از اینا من نگیره دلا خصوصا سگ گم میشدن چی بود؟ چی بود؟ بله سلام خوشی منم خب بخیر جانجوره جانجوره کجایی؟ با بالا ایمان بالا سر نمیجا پای بالا بلدی سلام هستیم خوشی جان خیریت جانجوره تیار هستیم بچه خوبم کاکا خسر ما خوبم بیا دو ماجو بسرا چرا بسرا نمیایی ما هم برو خاطر گفتمش سگ شما تاثرا باشه نمیگیره بیا خوشی جان چه من گفتم که امیر رقیفا ما گفتن که امشب ما میمون خسر دادیم به گوش لند یک مرغی هم من مرغا زنده یکی هم مرغایی که تخم میکنه از اینا یکی بکشیم به چینگ غوری باشه کمی سوزی هم به چینگ غوری باشه بابا دو ماجو خونه تو چی فرق میکنه از موتوی داره زنده باشه کاکا خسر ما به کجا به سرا ما خوبه بابا باشه برو چشما کن سلام علیکم. شما جنگل سلامتی. چیست میخوری با فرما چیز بخور. ما مال یک دونه خوردم چه به سرا نمی؟ ما هم برم به چیز برم خاطر بچه ها گفتم رمضان و کجیل و بچه ها غلط گفتم تو میمون مار میمون نمیکنی من گفتم ما گوشی لند نداریم گفتم میمون خسر تو میشی گفتم خوبه که خیره باشه بیا میمون خسر ما بشه کی میمون میشی؟ امشب بخیر امشب بدنه تو بگفتم چینگ بر اینجا چیز هم باشه مرغ هم باشه مرغ درست زنده مرغ وطنی یا مرغ شما دیگه به چینگی سوزی هم باشه شغلم هم اگه دارم باشه خوبه بخیر بیایم هر وقت خوشی جان کار نداری؟ نه سلامتی تو زمان بسرا میام دیریتر زنده باشین دیگه سلام باشین زنده باشین لیلا سلام بگیم اجاتمه خوبه لیلا خوب شکرو سلام بگیم روز است که یاری نیست و پیدا اگر مایی شده رفته به دریا بسازم چنگکی از مرد فولاد بکشم یار خود از خالی دریا اشتنی جنجوری خیلیتی جانجوره بخیری دم غریبت چیال داری خیلی تو شکر کجا بخیر همین طرف خواستم برو پیش رمضان بگن درختا خمای بندازه یک چوب بلنده بسترون برای آرتن تلویزیون بلکار می چه کاری جمع میکنی؟ جمع میکنم میورم توش نمیوری که میشه گیجی هم هسته کجی اگه با کارتو میشه نه با کار منه این کوتاه رفیق اما لکن صدا عری و میوه عره میکنه درختا هسته اونجا هم از اون سر کار کنه خوب دیگه چی خوب؟ کجا بودی؟ کجا نمی؟ اینجا همین سردرگم یای مونده شدم کجی خیلی نومردی اگه بیکاری بگی خودت این برگل جمع کنی همه ساعت کار دارم تو کلی جمع کردم این جوگای مگرم برم با نه نومردی عباس چرا؟ این گوشتی جمع میریم و میله نهستی
یکتون زنگم به تو بزدی گوشی خود جواب نداری نمیفهم خیلی تو چه کار کنی شمسدین هم بیام شمسدین حضوری ما سه کره فیغ ما با خونه یک نفر آدم یک نمرد یزم یک ندام نمرد تو بر بونه ایله کردی ای بر نمیشه دیگه شمسدین اشتنی جان جورو به خیر داری سلامتی شمسدین جای خیریاتی جنگیری دام غنیبه بشی چی عجاق از طرف ما خبر میگیری کار کنیم دیخ شدیم بیامونی شما آه ببینیم بفهمیدی که جی آه. یک نفر آدم ای بر رو بر اوه ای بری بر مدام یک سر دارم هزار سودا بفهمم کار خدمتی با ما باشه میری آه چای هم نیه تو چای بونده زنده بشی برو بخیر بری. همیشه به طرف شما برای خیلی خوشحال میشی خیلی بین دست تو درد آه، نکنه برو بخیر. بخیر بری خدا حافظ خدا شمسدین شما بخیر بری بیمم گفتم میان کنین بخوریم آه آه تو هم سلام آمدی آه اوه خوبه دیگه شما می جان باده میریم حالا خواهیتون بریم اونجا گانون میخواه عباس اوه رستی چکار شده کسی میگو آه یک چیز دیگه یاد نبرم بگو تو یاد کن بگی خوب عباس گیلتون میمون نکن گیله آه این میشه نه اونو خوردن خود ندارم بابا گردن مبن باشه خسوری میگن گسپن کشته کمال گوشتلند اینا مزدا کش کردن نمیتونه خوب خسور مار به خونی خسور خوب گوشتلند میمون کده بیا ما پیش می بری او گفتم ماس هم باشه خسور تو خشوتی اینا مرغندار هم مرغ زنده هم بکشه که چیری گوشتلند هم باشه دتک خوریش دگی هم در مدل دگی هم باشه گفت خوبه یعنی شما رو خونه خسور خود میمون کرد گردن تو بنا اگه دروغ بگو شاید یار ما تو نگفته یار ما که خبر ندارم شاید از یه بد بیاد در سرم بگو فضله گردن مبن باشه 100% تو را میگم باش مدگه آماده بگو خوبه چشم میاریم خوبه بیایی میای سه دیگه خوب انشم سدین همه میشینی یا میشینی اگه بیاد در سرم که بیخبر نمیرم دیگه بابا میای تو چی که داری خب برو سه اگه بیام میرم خود شما کجا ما این برین شما میرم مثلا نگم بیای نون خوریم ما بگم پس بیایم بالا گل جمع کنم چی چوش نگو کار رسی کردی فرخون شما کجاه فرغون نه به چی نیرولا برده گفته با میارم ها همونا که یک زنگ بس یک استعمال میاد در سر شما رو میدم نه، واسه برو. چند کلی برگ اینو مگم ببره نه اون نمیاره بگو من به کار دارم دوست روزی ها به کیفت خوبه بود نمیشه بکی یاد بجی به کیفت خونه خیلی یاد تو باشه میرم خر گلوی اینا رو میستونم برو خیلی بینی برو بخیرش چیز که شمس الدین بریم پس خودت تو بریم چاش نمیری خودی ما تیار بشی بریم خلوت نمون. توشه برو توریش بخواهی برو بخیر بریم بو مگم پس خواهی که شمس الدین بیایی خر گلو بستونه که جیونو که فرقون خونه گنیه دست دیگه نفریه این کلو برگ خواهی تو ببریم بریم بریم بیا Avremo famiglia portato sana. بابا صدا علیت بشنوه رمزو رمزونو رمزو آخه چری جواب نمیدی گلو به پاره شدن کشیده اینه کجیری آیشتری جنگیری خیلیاتی یا راستی بخیری چون کرفت را خودت چی پایه قرار قراری کو بیا یک دیگه رفیق برا جوندگاه صدا عرست و پیش همدگاه صدا خور نمیشنی تو راست میگی میگی. چه جواب نمیدی رمزون اشته تیش اومدی او تیش ها شدم تیز نمیشه شده نمیتونی تو کجی خیره سکو رفیق ها من بیام اون که تو آدمی درختا خوید شاخه بلندی بدی برای لین آرتا من بسته کنم به تلویزیون آنتان می چو آرتانی اینا که هنو حل در کرده نی آخی تو با بیا به در سرام بیا نمازدگار بابا یک کمال عره کردی بدی که ببرم بسته کنم بیخی مال عره کرده تیار کرده تو از این جگاه اشته به تاقله میبیریم اینا دانم من 10 دفعه به زمین خوردم خلاص دیگه اجیجو بله. اینا هر کدوم مال 20 30 کیلو همو چوب خوردی و 20 30 کیلو اینا سفید داله
باشه من نمازدگر نان میارم و درس را بابا تو میگم بیا هر کدوم می به قوت مشکل نداره. حسین کو رفیق باید کار کن این چه رسی گلکتور بگستن به میمونی به سرا خسر خوبه کچیری گشتلا برو کاکا تو خیابی این کار ما برای انداخت. نه بابا صبح سر جایی به گواه خود تری تیار میکردم تیر شد گلک گفتم بگی جان یک شای مار میمون کده که از تو کی ما خیلی ببینیم. خو یک کار کن رفیق من گوشتلان ندارم گفتم سرا خسر تو کداره. سکو رفیق باید کار کن این چه بیاد یا هم میگی ما و شما رو به شون که بشه دستی جمی میریم خونی خسر گلک همون تو چوبی بیار بدی در سرا ما منور دارن خودی هم میره قرار کده طرف سرا خسر گلک خوبه صحیحه خوبه دلجان باش برو تو من تیار میکنم با تو همون چوبی برای آنتن تلویزیون با تو آماده میکنم تیار میکنم بیا ببرم. تشکر باشه با وقتاری بیاین که بریم به سرای اینا دیگه که با یک دم دیر پس نشه میگم اینا به نون خورده آماده. نه دلجم باش با هر جا میگه پله باشه که جیجان جله باشه دلجم من خودی تو بابا خوبه برو تیار بشی جلدی شدم فدای تو صد هزار جان و تن من اگر نون مفتیدی تا بکر کند جا کو میکنم فدا جان را در شبی پلو باشه کفترانی دو باشه از بالا کفتر می آید یک گلک گلک ها سلام اشتنی عباس خیلیت جانجوره تیار هستی جانجوره نانتی اینا خوبم مادر تو خوبم دم غنیمت نفته کنی روی چیه؟ چیپس مانا چیپس مانا؟ جاست تو خیلی هم مال 5-6 تا صبح تالی نوشه جان نه فرق داره چیپس فرق داره چیپس ماناه چی که باید گیله جا جانجوره سلامتی شکر نه دیگه انشالله خوبم شکر فضل خدا پله کرسی شما پر از آتیشه پر از آتیش چای سبز کشمیش نه بابا سبز یا سیاه سیاه سبز نه سبز چایار نمیگم چی؟ کشمیش سبز دیگه سکو من رفیقا خودیم شو به خونه خسر خود به گوشی لند میمون کردم به رمضان مفخور کجیل مفخور عباس مفخور لالالدین مفخور انا مینا هستم ما گفتم دیگه نشی دیگه این مسئله اختلاطیه ما گفتم من قرار که دیگه تو هم اگه میایی به گوشی لند امشب به چینگین و سروزی هم هست شغلم هم هست مرغ زنده خب انا بیا تو که میگه عباس مفخور نه خود دروغ میگه تو میمون میکنی گیله کی؟ امیر رمضان کشیر تو میمون کردی من میمون کردم به خونه خسر خود به گوشی لند خطال ما خاطر ما اونو تنه میزنی که اونو مفخورم نه اختلاطه دیگه دلازار نباشه امشبه کی؟ امشبه چی امشبه؟ میمونی یعنی بیایده که رفیق خورا خبر کنی دیگه تو که رفیق مانی تو برار مانی دیگه دست یا گپ دیگه هم هست گیله چی گپه؟ به چی خالم شمس الدین از شهر آمده او یکه به خونه نمیستکه همین آواز تو باشه که خوارزاده تو گفتم خوارزاده ما بگو همین باور داری شمس الدین خوارزاده من شرف الدین بگو شما چی گفتین؟ خوارزاده تو بزنی گفتم چه اسم شمس الدین نگو مسئله نداره شرف هر چی میگی بگو خوارزاده منه خوارزاده بگو بفهمید گیله جو الان یک گپ دیگه هم هسته چی گپه؟ خوارزاده ما شهر آمده خوارزاده تو؟ کوکه به خونه او به خونه یک کنه مثل کورم شب خود میان ساعت مانتی گپینی اما مشکل نداره خوشوم بیشتر میشیم صحیحه خوشوم و خسر ما با می تا آدم میمون نوازیه کبابر که تا جایی که گوشت لندم که به خروار خب باشه جخ کنم کی جخ کنی؟ شمس الدینه خوبه شمس الدینه شمس الدین شمس الدین چیا؟ بیان گیله این خودت میباید بفهمید ساعت منتیر میشه کی دیگر؟ کی؟ کی برین گیله هنه خوارزاده شمانه سلام علیکم منده نباشیم برو جانجوره تیار هستین خیلیت سلامت باشیم جانجوره
امشب شما خوشی من میمون کرده خوشی من خاطر خسر من خیلی آدم خوبه میمون نوازیه میگه ما گوشتال عنده میگه یک که بخوریم بابا که همین دزل تمام و همین موترها ریکشیر بدیدی ریکشی ها از همین موترها ریکشی ها که تمام کله گوشی لند دارم به چوبا کشیده یعنی گفته که رقیفا خوده هر کیر میگی بگو بیایم گفتم خوبه میمون که میشه خودتون میرون 100 مان توی میشه هم هستم آقا اشتنی گیلک جو شما ما جمله مفخورا شوخیه بگید سیه بدل نگی شوخیه ما کی بریم؟ کی؟ اونجا کی میری؟ ساعت 6 بیایم ساعت 6 به کجا بیایم؟ در سرا بچه دیگه خبر کردی دیگه 5 بیایم 5 بیایم امر خبر کردی؟ اول بگفتم سیه گیل شما میام برو بخیر خداحافظ خداحافظ بله شما خودتون جگاه بفرمایید یالا یالا یار گیلک زحمت کشیدی کو خوارزادی تو بیا گیلک جو بیا تیر شو گیل سگ بسته بیا نمیگیره بیا تو کو سرا خصوص میگیره غافل گله دنی بچه خوب گفتم که بابا اینا رو برد کمی زمین او من نازماخی که اینا تر نش اصلا هیچ قصی و نیه فقط همین فرض گذاشت که دوازی بر دوازی هیچ کاری امادی ساخته نیه بابا اینا رو فکر با من نساختم اینا رو هم خودم پرگرم میکنی به اینا گفته کام میگی اینا تر شده برو صبر اکو سلام علیکم بابا و علیکم چی گل بگل داریم بابا اشتغال مقال نداشتم اینا رو با تو دیرو نگفتم اینا رو جمع کنه چرا نکردی بابا جمع میکنم کی جمع میکنی لگال که زمین ها افتاده جمع میکنی اینا لگال چی به درد میخوره اما تر شد برات کار خو خیره باشه بابا خوش میشه 10 هفته باشه خوش میشه بابا پول بده این مادر ما گفتم که چه کار میشه میرم میوه تازه میستونم چی میگی خود میفهمی گپ زدن خو همین گپی که میشنه چه میوه تازه میستونم امشب میمون داریم پول بدن که برو میوه بستونم کیر میمون داریم باز دومات مگله خود رفیقایو چی دومات مگله خود رفیقایو کی میمون کرده دومات تو گیلک خود رفیقایو مادر ما میمون کرده مادر تو اشتباه کرده غلط کرده مادر تو کی گفت مادر تو رو میمون کنه خود رفیقایو دومات مگله اشتباه که من کلون هم خوریم خبر نداره مادر تو پیش خود میره میمون میکنه ما چه خبرم از مادر ما به شما نگفته چند نفر هستن 5-6 نفری هستن بابا چند نفر 5-6 نفر مثل نمیشنیم بابا هرچی میگم با دوباره تکرار کنم 5-6 نفر ایوردش تو به خونه ما آورده چرا از خود خونه نداشته که به خونه خود میبرده و به خونه خسور خو میمون کرده میگو بله گیلک از خود خونه داره رفیقا خور به گوشت لند به خونه خسور خو میمون کرده که یعنی جا نداشته که بیاورده و تا سرما آورده رفیقا خو ادمی گوشت لند نداشته بابا غلط کرده کی کار کرده اشتباه کرده کی کار کرده تیز میری بدر میکنی میمونا رو خودم رفیقم میمونه بدر کو که اگر بیام آدم موثر مدار تو میکنم رو مسئله بدر میکنم برو دیگه کاری واسه نکو برو رامی برو که در گرفتم برو بیا برو دیگه بابا من یک گوسفند استونم من خسور به خونه ما آمدم بزو پخته نکردم باجی ما بیام من بزو پخته نکردم من رفیقازی پخته کنم زودی بدر میکنی زودی چرا در بدر شدم با بیلا تو زن چی به درد من میخوری؟ یعنی من خبر ندارم تو سعی میکنی داتر میمون میکنی به تا خونه با بیدا با چه کار کنم خودی تو زنشته کنم دیوانه شدم دیوانه من امراناله به خودی تو کف میزم صبر بکن دیوانه شدم مکورتی عیاد ما بره بابا من دوستا گوسفند تونم که به شکم مردم کنم یا من خود به خود پخته کنم به بلا افتادم از دست تو زن بیتا تو امروز گم کنم که لگه به عمر خوب دیگه ایتا اشتباهی نکنی من حالا از بیستا با خود پخته نشدم تو من با شکم رفیقا دومات خوبی کنی ها؟ انوالی من خودی تو هم گپ بزنم خودی رفیقا دومات هم گپ بزنم دادم گدای به مثل پیار که به طول زندگی خونه ندیدم من میگون میاری من خبر ندارم
تو با خودی میمونات هم کم میزنم، خودی تو مات هم کم میزنم، خودی تو هم کم میزنم که دیگه اشتباه به طول تاریخ نکنه. سیکو برفتون به پیش بیاخ کار نداره سیکو با تو چی میگم همولی برفتون به پیش بیاخ خب گفتم بابا پول بدین که میرم میوه میسکنم گفتن چری میوه میسکنم گفتم گیله خودی رفیقا خونشه میمون مونه مرد اونو سرسد بالا کنه به تجیب بزنه گیله چرا؟ گفت اگه اینا کی گفته که اینا بیا همیشه میمون باشم مادر تو گفته کو؟ که مادر ما پیار ما هیچی نگفتیم گیله ولی پیار ما به ما گفت برو هر چی میمون همه بیری کن خب ولی گیله تو برو اسرا بیری شما میرم میمونه رخصت میکنم بفهمیدی تو برو تو برو بفهمید کجا میری تو؟ ما بیام آدم اینجا گفت ولی سلام گم که خسر خیلی تو شهر معیون نمیکنی. چرا؟ تو مدت فکر نمیکنی که تو بده رفقا خود بیاردی با تا سر میمون که تو خونه نداری. کجا رفقا ازی؟ تو خونه شیشته هم بود بگم چند دفعه ما به تو بگفتم خب ساعت عروسی نکنی با چهار طرف حق نداری. با تو امروز وقتی چند نفر رفقای میمونای 4-5 تا شماره نکنید 4-5 تا گفتم به گوش لند میمون خسرت آدم کی گفت گوش لند میمون مونه؟ کی گفت به تو میگو؟ چی؟ خوشه ما گفت اشتباه کرد خوش به تو خوش به تو بابا آرامتر بعد خونه چی آرامتر حرکت کن برو حرکت کن ای لعنت تو به خاکش خسر استیج دادم گوشنی بدی تو خدا بسکنه بخیر خدا ما خود بسیار کنه خدا برمت کنه فرنگ تو به زیر خاک شو بخیر من نمام که رنگ تو رو ببینم اصلا نمام که دیگه بیایی به همین چهار طرفه بریم گم شیم بابا جان من خبر ندارم من کلو نمیخونیم تو رفیقا دومات خور به خونه من میمون کردی من خسور کو که پیار تو بود من بیام به خونه من گوشتلند بزو پخته نکردم بابا بیام با دومات تو گوشتلند پخته میکردم برو دیگه چی بلا افتادم از دست شما چی بلا افتادم بلمه طلا بوده دستی بلمه طلا بوده بلمه طلا بخند گیلک بخند بگو یاره گیلک خونی هفت پوش تو آباد خونی هفت تو آباد گیلک خونی افیار تو چره خدای خسور مرد داری نیشتره میمون نوازیه خیلی قدر عزت کرد بگی تاشونام سرخه چره همین تا یک لورگه تاشونام ندم این 2 کیلو گوشت لن چی ارزشش است که بیام خسور تو خود خونه اندو غال مقال هیر بزن نور بزن من امیدم شامت دیشب امیدم که گفته صدا که بیا
دمی که من صدا که بیام اینجا به تحصیل گفت خسرو پیار میگفته که چرا شما میمون رو بیاورده من خبر ندارم. یک بار می تی خودی شامت گپ میزنم یک بار خسرو می بیامد گل به سر مبار عباس شلاق هم سر کله تو. من میگم دم که تو از اون سر بیری شده دیگه گم شده اصلا دیگه تو ندیدم من. کجا بودی؟ من سلت که یاری آدم نامرد گل به سر مبار شلاق هم سر کله تو. من اموک زرجاتو خیلی به تحصیل زد. بس تحصیل من اموک زرزد کشی بگم بجیست. گیلک تو اگه می بودی این میمون نوازی از این بود که بیان خور به خونه انداخت نفر یک دست لط او بزن رادی اما رخصت کرد. این شب خوشو من نگفته بیده. این نامرد این جوان تو که بس دو زودی خور به خونه مینداخت جیغ میکشید که بیروشیم بچه حداقل اما خبر نمیده. اما دادم امیر بزن اما زن نزن مون کجی کسی دست پا از اینو بجسته رمزون بیچاره بزن دست پا ازی بود تو چو هم دست دماغ زدن رمزون نکرد چی بگی لرد دیگه بیزدار میگیلا بیلا پس می دنبه کلی تو پوله شده ازمونه دل جمع باش بوله شده خدا میفهمی که خودت تمید آدم گوشنیه که او بخوره از اون سه نون نمیخوره خصوصا ما میمون نوازی هستم تو گوشی دار میگه نمیدم من نوازیه خیلی میمون خوش نمیداد میستری کی گوشت دادن کو سر جا خوب باشه دیگه من نمیفهم چی رقمه چیکاره دیگه اینجی بخور کجای ولی برمی‌ری سلام علیکم. و علیکم کدی جان شتری جنجوره دیگه پای زیارت خیلی خیلی آشوخور خوب هیچی سرا بیدون خیلی بینی دم دنیا بابت همون چوارتانم خوب چی دیگه خیلی بینی برو دست تو درد نکنه یک چیز دیگه عدی میمونی با مادر خو اختلاط کردو من عمر بگفتم خسور گوش میگی لگم بگو زربان نمیگفتی کدی مالکو پاک سرقی کجی مگر داره من دیگه شما بجسته ما بزیر دست پای به بند موندم همه زد توی به شما مزد بیاد مگوش تلان برم عباس یک کوشی به پای میدی اگه دیگه بیری به دستی بیداری به پاک میکردم دیگه من جونی نخوندم سکل ملاخ ندو گردانه ما بند بشه خدا و ملاخ اختلاط کنیم بود نمیرفتیم میمون خطور گلاج نمیشده یعنی میمیدیم از رفیق میویدیم میمون ما میشدن اگر رای کردیم میگه برای کی چیلی گشتلان دنبال میکردیم نه بس هم میگو لا گوشنی زده حساب نمیکردم که این آدم گوشنی باشه که بیخی به قصد دومات خونه باشه زن بچه خود به نظر مثل سپاه خشیلو که زدن خیلی نمیدونی که برو به قصد از این آدم ها نشون اینا با مو رقم کلون شدن مدرمه باشیم مدرمه گفتن برو قرار کرده رفیق خودم دونه میمون کو برات دیگه نگرد قرار که بیایم شو میمون باشه ما بس که دیجون دیگه مقدار میمونی که گیلک با ما دار که تا زمان زنده باشین یاد محکوش تلند و میمونی نمیاد میمون مری هم اثر گیلک های من یعنی مثل نیرولا تو که خصور نداری منطقه پیار تو با خصور گیلک بستر کن زنم باشه اگه پیار من میتونه گوشنی نباشه خیلی پیار خوب کسی ده بریت میکنه از سرا بیری میکنه دیگه پر نزن رمه جان بیا عباس هم میگیم شو بیا قرار کرده شو نشینی میشینی اختلاط شلوغی نکن اگه میگی ما تو میشینه خودی هم اختلاط میکنیم شلوغی نکن بامش اعصاب مادر تو اعصاب پیار تو خراب شد نه شکر اما اگه گیلک یک مر بگفتی شاید یک زلن خصوری دیگه گوشنه نیه که هم یک نفر یک زلن انجالا کنه وقتی بشنید 5-6 نفر به خونه نیم او هم به غبرکن پیار خود پول نمیده با چی برسه با ما تو گوشت لند بده من بیرون دیگه حال عباس نهو دیگه نه شلوغ میشه کمش خوبه این شو بیا خوبه بخیر جان باشی خودی پیار هم سلام مسلیات کنه که مثل عربی که با خصوص قید چی نبوده بودتن با پیار تو با اینشا با ما ندونه که دوشه پشت سرم به خونه همسایه سلت شون بینندای عزیز سلام کچکلا برای شادکلایم از سوجی چیز برنامه باند گیلک سوجی امرو در رابطه به می برادره که همین گریار دارن که نمکی نون خشکی میخرم همین سچرخوار دارن که بار میفروشن میوه دانه سبزی با بین اون مردم به خو نمیگذارن مردم به مریضی نمیگذارن مردم به استراحت نمیگذارن
در کنار یک برادر بی استراحتیم. برادر عزیز خود معرفی کنیم. غوث الدین براش آمد. غوث الدین براش آمد. بشنیدیم که گپ امروز ما چی بله گپه. برار بله. به نظر شما می گریونا و می سچرخوا میوه فروشی و سبزی فروشی کار خوبی میکنن، مردم رو به خیر نمیگذره؟ نه برار کار اشتباهی میکنن. نصف شو میآید. راست میگم برار، کار اشتباهی میکنن، کار خوبی نیه. بعد مزاحمت به مردم نکن. من نگفتم نصف شو نیاییم. دیگه برار، چی به درد میخوره شما نصف شوی میاییم؟ حداقل سو وقت بیاییم، مثلا سو وقت بیاییم. کار شما هم میشه تا از این محله تا از این محله تا از این محله بریم. شما چه کار میکنید؟ ما برار میوه میفروشیم به دست چرخ. شما هم نصف شو میاییم؟ دیگه برار، ما خود ما نصف شوی میاییم به خاطر که کارمون نصف شوه. کار خیره برکت کار به صبح سو وقت وعده نماز بیا لالا غیق کش. اصلا من غیق نمیکشم برار جو. صدام و تا لاسپیکر ثبت کرده، خود لاسپیکر یک سر غیق میکشه. مردم رو خیر نمیگذاره. خب مردم خو دیگه برار تا کی خو میشن دیگه؟ شما بگیم شما نصف شو میایم، مردم به نصف شو خیر هم یا بیدار؟ خب بیدار چند دیگه. اگه سودای چیزی ما هم بیایم بخرن دیگه که من میرم کار دارم برار جو. کشه میره کار داره. دیگه من پس اینا رو به کی آوردم؟ به خود خو آوردم. برین لالا که میرین کار داریم. بریم. دیگه برار، مغز سر مردم شما بچوریدیم. کجا مغز سر مردم؟ برو لالا برات کار خوب برو. بینندای عزیز خود مخیخ نمیکشون لاسپیکر. برو درسته برو. بینندای عزیز دو نفر دیگه بمونده همراه ما باشین. بینندای عزیز یک نفر دیگه هم هست. سلام علیکم، مونده نباشین برادر عزیز. میشه زنده معرفی داشته باشیم با میگم. نورگل برار جمع گل. نورگل برار جمع گل سوجی امرو ما در رابطه به می برادرها گریوانه که نمکی دارم و می برادرایی که میوه و سوزی میفروشم و لاسپیکرها قیق میکشم نصف شو ور میخزم میام تا بم ساعت خفتن تا بم دم آزان خفتن و تامی ملا مردم کار کردم، ناجورم، مریضم، مردم اعصاب نداره، خود زن بچه خود جنگ کردم. چه بگم برار گلم دیگه؟ به نظر شما این شخصا کار خوبی میکنن؟ نه برار، من کار اشتباهی میکنم. این کارا خوب نیه که آدم نیست بشه بیای تا کوچاق داده برای نزه مردم را کار اخو بیدار کنه. مثلا ناجور خستگی داره، مثلا مونا به عذاب شود دست دی مردم. زنده باشیم. چه کار میکنید خود شما برار؟ ما برار نمکی داری، ما خودی خسر خوشاگردم برار نمکی میکشیم. ما وقت برار من نش بشه و بدر نمیشین، ساعت 6 پیج صبح بدر میشین برای کرده کشیدن به جمع برار جوانی بلنگو به دست منه بر محلی بر منطقه بر کوچی داخل شین کشیدن به جمع منه نمکی نو خوشکی جق میکشم 6 پیج صبح. دیگه برار نمیشه 5 نیم بریم؟ نه دیگه برار همون 6 پیج خوب اخو خوام نمیمونیم. تا چند بجه شو؟ گردن و بند باشه اگلالا دروغ بگم تا به 7 هفته نیم بجشون به تکوچا قیق میکشیم. روش کشیم 7 نیم بجه نماز خفتن رو میخونن. دیگه لالا کسی بی نون پیدا کنیم، ما زحمت میکشیم لالا. نمیشه که ما روز خوب مردم مریض داره، مردم مشکل داره. خب مریض داره مشکل داره لالا، ما بردیم چی کار داریم؟ ما غریبی خوب میکنیم، هم کاری که آدم نکنه کجا لقمه نونی پیدا کنه. خب صحیحه. تشکر شما. بینندای عزیز یک نفر یخن کنده دیگه پیدا میکنه سه کنه نتیجه از او گپ از او چیه؟ این نتیجه ندار نیم از او. بینندای خوب نازنین بازن کچکولا برار شادکولا در کنار همین جوان هستین که اینا خود معرفی میکنن که ضمن معرفی میشه با چی بگن؟ خود معرفی کنیم برادر. غمزه بلال لرزه. خب غمزه بلال لرزه باشنده کجایین؟ از باشنده امی منطقه خود ما. خب خیر این سرزمینا. برار ما امروز سوژه رو انتخاب کردیم در رابطه به می برادرایی که گری دارم و لاسپیکرها قیق میکشم، سوزی میفروشم، میوه دانه میفروشم، مردم به خو نمیگذارم، مردم به مریضی نمیگذارم، به طفلکا خوردی دارم، به اندازه میگه کاری بکو به اندازه که آدم اپان اندازونه. قیق کشیدن و لاسپیکر هم رقمی داره، بر کوچی 1 ساعت 2 ساعت یک نفری بیای دیگه، نه به دوم هم دیگه. خب تشکر از شما. اولی که ما یک تشکری از شما میکنم خب که بهترین سوژه انتخاب کردیم. زنده باشین، سلامت باشین. یعنی خیلی هم تایید می گپ بشین. درسته دیگه، صحیحه. من از خود بگم برار جو، من دیشه خودی مدرخ اختیارات میکردم و مدرخ گفتم مدر بیاین که می سرازم تاچک بفروشیم به یک جای بریم که سمی نمکی و سچه خلاص بکر اینا که اصلا نباشن که واقعا مغزا سرمان پوچ شده. راست میگه برو جو این مغزا سرمانیه همه پوچ شده. حالا است می سچرخو یک جیغ میکنه پنجری میداریم، یک جیغ میکنه سبزی داریم، یک جیغ میکنه کچلو داریم، یک جیغ میکنه نمکی نو خشکی. برار جو چی گپه؟ ساعت 7 صبح خونه خب بریم میشین نونوایی جای میرین 300 تا چه این کوچیک 300 تا ژاپنیه که بگیرید. لالا اگه تاشوم شماره کنی چند هزار دونه میشه؟ دید تاشوم بیایم با شما تاییدی ورق منه که 3000 تا چه این کوچی ما میره و میاد.
راست میگم. یعنی واقعا دست اینا بعضابیم. هر کوچه یکی میبینیم از این کوچه یک نمکی یک سبزی فروشی ایستاده، برو به کوچه دیگه مسلمان، برو به کوچه دیگه، کوچه کمه، جاده کمه. راست میگم. میبینیم بینندای عزیز میگه گپ راست می از آدم نادون بپرس. هم لاس بکر داره. زنده باشین برادرم. تشکرش. نه شما که ناجور نیا. نه من ناجور نی، همین بعض وقتا اعصابنا خراب میشه دیگه. زنده باشین. تشکر باشه از شما. زنده باشین. قربان شما. سلامت باشین. بینندای عزیز وقت برنامه راست میگم برادر، این مردم بعضابم. بگین ماما بگین. چی بگم؟ بگین. کمک مراعات کنیم. 100 نفر به یک کوچه داخل نشیم، تخم ترشی میبری بریم. مردم خیلی بعضابم بابا. 50 تا برات هم دیگر میای قق میکشم. آی بگی سهرای عبدالمجیده. تا به هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا نگهدار شما.